سلامت باشی. آقا یه چیز باحال بگم، اینو منو تک کن، منم بخوام بذارم. اینجا که اومدیم منطقه توریستیه، مهمون‌های خارجی مختلفی از کشورهای مختلف هست. اینو من تو رفتار مردم تاجیکستان دیدم از همشون. مهمون خارجی داره از کنارشون رد میشه، خب رنگ پوست، تیپ چهره، صحبت میکنن مشخصه. انگلیسی باهاش سلام میکنن و هلو ولکام تو تاجیکستان، دونه دونه بهشون میگن. خب این خیلی باحاله، چه حس خوبی میده به اون توریست. احساس غربت نمیکنه، احساس امنیت میکنه، احساس دوستی میکنه. هر کی که از کنارش رد میشه یه سلام، یه لبخند. شما این کارو رایگان داری انجام میدی، ولی با هیچ پولی نمیشه این کارو خرید. دمتون گرم، چیز خوبی نیست. ایده میشه میبرون توریکو. اگه پیغون بده دیگه دوستم نداره، وای وای وای، دیگه ناله هاش برام اصلا نداره، وای وای وای، دل من شکسته طاقت نداره، وای